من جانب عزت الله فرزان مدیر مسئول و مؤسس مکتب خصوصی فراز اندیشه. تحصیلات عالی خود که مو لیسانس است، ما در سال 1392 از پانزه اقتصاد پانتون کابل فارغ شدیم. یگانه شوقی که ما داشتیم شوق معلمی بودن. ما با آن که خود متعلم بودم، صنف 10 و 11 خود متعلم بودم، ما مکلفیت درسی هم داشتم. اینه من من حیث آموزگار تدریس هم میکردم. عملا این دو انگیزه بودن. یک انگیزه شوق علاقه ما برای معلمی بودن، یک انگیزه دیگه ای که حالا نمیشه بست کلی انگیزشی داد برش، این مجبوریت روزگار هم بوده. معلم گرداننده یک جامعه هست. شغل معلمی شغل انبیا هست. معلم به معنی واقعی کلمه یک سازنده یک جامعه هست، سازنده یک مملکت هست. آرزوهای یک کتله عمومی از مردم در نگاه معلم نهفته هست. از او خاطر است که معلمی حالا از لحاظ ارزشی معلم یک مقام کاملا بالایی را دارد. تحصیل یک امر آموزشی و یک امر سیال و یک امر حتمی هست. همون رقمی که ما و شما به آب و نان و غذا و مثلا اکسیژن اینا ضرورت داریم، به همون مسابقه ما و شما به تحصیل ضرورت داریم. یعنی تحصیل و مثلا شاخصهایی که ما پیشتر عرض کردم اینا لازمه و ملزومه یک دیگه خود است. یک رویکرد غلطی که حالا نهاده نشده در جامعه ما و شما وی است. تحصیل میپذیریم که ما بتونیم آینده مثلا اشتغال زایی داشته باشیم، در حالی که این چیزی غلط هست. و توصیه ما برای کسایی که این رقم روی کرده داره و کسایی که مثلا با این طور یک روی کرد حالا زندگی خود به سر میبره، یویی است که حداقل تغییری در نگرش خود، تغییری در دید خود و تغییری در نوع نگاه خود داشته باشه. علم به معنی یک ضرورت واقعی باید درک کنه. یکی از خصوصیات برجسته رئیس فرزام این است که همیشه کوشش میکنه ما را به زندگی امیدوار بسازه و ما را تشویق میکنه که عرصه آموزش جدی بگیریم و در عرصه آموزش پیشرفت های جدی داشته باشیم و همیشه عادلانه در مقابل شاگردان و والدین و همکارانمون رفتار کنیم. لازمه پیشرفت و ترقی، لازمه رسیدن به یک جایگاهی، به یک منصب یا حالا جدا از بحث مقامیش اینا، اونمو تلاش هست. تلاش هست، پشت کار هست، یک تو چقدر زحمت میکشی اینا هست. اگر ما و شما در زندگی خود یک هدف داشته باشیم، یک امید داشته باشیم، طبیعی است که رسیدن به امید، رسیدن به هدف یک سری خستگی های خود داره، یک سری فراز و فرود های خود داره، یک سری پستی بلندی های خود داره. ما ناگزیر هستیم که گاهی یعنی سربالاها و سرپایین های زندگی و روزگار ما تحمل بکنیم. ما انگیزه خود، امید خود معطوف به پرورش استعدادهای وطن کردیم. بخشای تکنیکی تو خیلی فعال هستیم، نیستی؟ همین گروپ ما اینی چرا نشیم، میتونی ایجاد کنیم؟ شاید مشکل داره. جین بکس‌ها و فیوزها رو میتونیم نصب کنیم؟ پلان ما بری است که سطح مکتب از ابتدایه به متوسطه ارتقا بدیم. یک بخش کار در پلان البته میان مدت ما هست. در پلان های دراز مدت انشاءالله و رحمان ما میتونیم که سطح مکتب از متوسطه به لیسه ارتقا بدیم. البته شاید در عرض 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا نهایتا 4 سال بعد شود. و بعد از او انشاءالله و رحمان اگر به همین منوال وضعیت پیش رفت، انشاءالله تعدد شعبات خود کردیم. نظام آموزشی و پرورشی و تعلیمی در هر مملکتی موتور محرکی امو جامعه هست. اگر ما بخواهیم یک جامعه را
به سوی آینده روشن و به سوی آینده درخشان سوق بودیم، ناگزیر است که در حوزه مکتب در قلباب بگیریم، ناگزیر است که بخش معارف و کشور ما و شما فربه بسازیم. یعنی فربه سازی وزارت های پرورشی و آموزشی ما و شما را به یک گام نزدیکتر میکنه به آینده باثبات، به آینده درخشان، به آینده روشن. از او خاطر است که توقع ما بر این هست و ما همچنان تلاش ما بر این هست که بتانیم آینده از اولاد وطن، آینده از کسایی که با ما در تعامل هستند در یک مسیر مثبت قرار بدیم.